باور میکنین که سامسونگ داره روی گوشی کار میکنه که نه 2 تا بلکه 3 تا میشه. اگه فکر میکنین که گوشی‌های تاشو دیگه جذاب نیستن، این ویدیو قراره که نظرتون رو کاملا عوض کنه، چون امروز میخوایم در مورد گوشی Z Fold 3 حرف بزنیم. گوشی که شاید آینده موبایل رو بتونه تغییر بده. سلام، من امیرحسینم، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو قراره که هر چیزی که تا الان ما در مورد اولین گوشی ستاشوی سامسونگ میدونیم رو با هم دیگه بررسی کنیم، از طراحی و کاربردش گرفته تا این سوال مهم که ببینیم اصلا این گوشی به درد چه کسایی میخوره. سامسونگ چند ساله که داره با سری Z Fold و Z Flip داره بازار گوشی‌های تاشو رو جلو میبره، ولی Z Fold 3 در مقایسه با اونا یه قدم جلوتره، یا بهتر بگم اصلا 2 لول بالاتره. و طبق حالا اطلاعات و پتنت هایی که خود سامسونگ منتشر کرده، اینجوریه که Z Fold 3 گوشیه که 3 بخش مجزا داره و به جای 1 لولا داره از 2 تا لولا استفاده میکنه. و وقتی که این گوشی کاملا باز بشه، ما میبینیم که یک نمایشگر بزرگ داریم که میتونه تجربه نزدیک به تبلت های 10 اینچی رو به ما بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونیم با استفاده از این گوشی میتونیم کارهایی مثل دیدن محتوا یا همون مصرف محتوا، مولتی تاسکینگ و حتی کارهای حرفه‌ای رو باهاش انجام بدیم. خب الان میریم سراغ مشخصات نمایشگرش. پنل اصلیش داینامیک امولد 2X است. نرخ نوسازیش هم 120 هرتز و اندازه صفحه نمایشش در حالت کاملا باز حدود 9.5 تا 10 اینچه. از پلاس HDR 10 هم پشتیبانی میکنه و نمایشگر بیرونیش هم اینطوریه که احتمالاً یک صفحه حدود 6.5 اینچیه و برای استفاده روزمره هستش که بدون اینکه ما بخوایم مثلا کلا گوشی رو باز کنیم. یک سوال مهم دیگه ای که ممکنه مطرح بشه اینه که سامسونگ چرا اصلا باید ریسک ساخت همچین گوشی رو قبول کنه. دلیلش رو بخوام خیلی کوتاه مختصر مفید بگم، به خاطر رقابت و آینده نگریه. حالا چرا؟ برای اینکه چینی ها مثلا گوشی هاوی و شیائومی رو دارن، اما گاهی اوقات روش ایده های عجیب رو تست میکنن و سامسونگ هم نمیخواست که توی این قضیه نسبت به اونا فقط تماشاچی یا تماشاگر باشه. برای همین برای مثال اومد همین Z Fold 3 رو داد که میتونه جای گوشی، جای تبلت و حتی تا حدی هم میتونه جای لپتاپ رو هم برای شما پر کنه. بریم تو قسمت پردازنده و رم این گوشی. پردازنده این گوشی اسنپ دراگون 8 الایت و رم این گوشی هم 16 گیگابایت، یعنی اجرای همزمان چند تا برنامه سنگین بدون افت سرعت و مناسب مولتی تاسکینگ واقعیه. و حافظه داخلی این گوشی هم بخوام بگم 512 گیگابایت یا اینکه 1 ترابایت، مناسب ضبط ویدیو بازی‌های حجم رو میتونید توش اجرا کنین و استفاده طولانی مدت بدون اینکه مثلا از کمبود فضا نگران باشید. و حالا دوربین این گوشی، دوربین اصلی این گوشی 200 مگاپیکسل در کنار لنز فوق عریضش که 12 مگاپیکسلیه و تلفوتو یا همون سلفی هم 10 مگاپیکسلیه با زوم اپتیکال. کیفیت بالا توی عکاسی داره و همچنین فیلم برداری و برای تولید محتوا هم عالیه. به نظر من بزرگترین چالش گلکسی Z Fold 3 میتونه طراحیش باشه. چرا؟ چون که ستایی شدن یعنی اینکه لولاهای پیچیده‌تر، ضخامت بیشتر و احتمال آسیب پذیریش خب نسبت به مدل قبلیش بالاتر و بیشتره. ولی خب سامسونگ همونطور که دیدیم توی لولا استاد شده، ولی خب باز با این حال نمیشه که ویژگی هاشو نادیده گرفت. مثل چی؟ مثل نمایشگر امولد فوق العاده ای که داره. چین خوردگی توی این مدل نسبت به مدل قبلی کمتر شده و تجربه مولتی تاسکینگ هم خفن‌تر شده. فرض کن که بتونی 3 تا اپ رو همزمان باز کنی و استفاده کنی. مثل چی؟ مثلا فرض کن توی یه LCDش داری ادیت میکنی، همزمان با اون LCD دومش داری ویدیو یوتیوب یا داری کلا ویدیو میبینی و سومی هم داری با دوستات و رفیقات داری چت میکنی. چی از این بهتر؟ باتری این گوشی هم بگیم که خیلی مهمه. باتری این گوشی 5600 میلی آمپریه و کلگی شارژش 45 واته که شارژ سریع و پشتیبانی میکنه. کابل شارژش هم تایپ سی به تایپ سیه و یک نکته که حالا داخل پرانتز بگم 25 وات هم اگه دارین میتونید استفاده کنیم، ولی خب شارژ سریعی که 45 وات برای مناسب این گوشی هستش رو دیگه اون موقع ندارید. و باتری این گوشی هم باز حالا داخل پرانتز بگم که بزرگه، چون که طراحی شده برای نمایشگر بزرگی که این گوشی داره و استفاده سنگینی که در طول روز ازش میشه. و یک نکته دیگه که حالا برای گیمرها بگیم،
سیستم خنک کننده ای که این گوشی داره، سیستم خنک کننده بهبود یافته ای که داره برای کنترل دما هنگام بازی، ضبط ویدیو و کارهای سنگین مناسبه و خیلی خوبه. حالا میرسیم به سوالی که اول ویدیو از خودمون پرسیدیم. اون سوال چی بود؟ اینی که سامسونگ گلکسی Z3 فولد برای چه کسایی مناسبه، برای چه کسایی مناسب نیست. اول برای چه کسایی مناسبه رو میگم، بعد برای چه کسایی مناسب نیست رو میگم. خب برای کسایی مناسبه که نیاز به صفحه بزرگ و مولتی تاسکینگ دارن، عاشق تماشای فیلم و محتوا هستن و میخوان که تبلت و گوشی رو توی یه دستگاه داشته باشن و همچنین مثلا به نوآوری و گوشی‌های پرچمدار و تکنولوژی کلاً علاقه‌مندن. حالا برای چه کسایی مناسب نیست؟ برای کسایی که گوشی سبک و کوچیک میخوان، بودجه محدودی دارن و فقط استفاده ساده روزمره دارن، برای اینا مناسب نیست. خب رفقا، این بود نگاه سریع ما به گلکسی Z3 فولد. اگر دنبال تجربه متفاوت از گوشی و تبلت توی یه دستگاه هستید، این گوشی قطعاً ارزش یک بار تست کردن و امتحان کردن رو داره. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو حالت آل بذارید تا نقد بررسی های بعدی رو از دست ندید. ویدیو بعدی میبینمتون.